بله. سلام بر توی بانوی پاکدامن. بله. سلام بر توی بانوی پاکدامن. من یوزارسیفم بانوی من. بله. من یوزارسیفم بانوی من. حال شما خوبه؟ ممنون، متشکر. از این برا؟ از اون برا. بانوی من بفرمایید. خانق ماها گفت با شما تماس بگیرم. خواست که چی بشه؟ نمیدانم، از خودشان بپرسید. آها، کی بپرسم من؟ گوشی را بهشان میدهم. آها، بفرمایید. سلام بر توی بانوی پاکدامن. بانوی من، دیروز شماره را در معبد به من داده اید. کجا دادم بهتون؟ معبد آمون. آها، خسته نباشید واقعا. خب سلامت باشید بانوی من. بانوی من به عنوان پدر میخواهم از شما برای یوزارشیف خواستگاری کنم. خب چرا تبسم میکنید؟ تبسم کار بله؟ خوبی نیست. من کاهن معبد آنق ماهو هستم. جلوی من درست صحبت کنید. زبونتون میگیره جدیدن. دیشب زبونتون نمیگیره تا چی صحبت میکردید. درستش بانوی من. سرما خوردم. آها، سرما خوردید. ایشالله که خوب میشید. رفتم مطب این دکتر اینجا هستش. آن به من به کمبلکس به 12 داد. بانوی من. آقای قبلیه کی بود داشت صحبت میکرد؟ آقای یوزارتی. بله کاری با صحبت میکردن. گوشی بدم بهش. ممنون میشم. سلام بر توی بانوی پاکدامن. بانوی من بفرمایید. آنق ماهو همانند پدر من میماند. او از شما برای من خواستگاری کرد. من زلیخا را ول کردم، چسبیدم به شما. دوستان من نخندید. بحث جدی است بانوی من. بحث جدی است بانوی من. شما چطور دلتون اومد زلیخا رو زنگ بزنید به من؟ پیر و چروکیده شده است. شماره من گفتید از کجا آوردید؟ گفتم از آنق ماهو. آمن حاتب 4 هم اینجا هستن. خب میتونم با ایشونم صحبت کنم؟ چشم. سلام بر تو. صداتون شبیه یوزارتی به همتون یه صدا دارید؟ اینا همه یه صدان بانوی من. داره یوزارتی اگه بفهمه به قرآن خودکشی میکنه. بانوی من میخواد. بانوی من آقا نخندید، بذارید حرفشو بزنید دیگه. راست میگوید این بانوی پاکدامن. بانوی من در کودکی نزد بانو زلیخا بودم. حال نیست در نزد پوتیفار می باشم. شما خودتان قضاوت کنید. زلیخا 40 سال از من بزرگتر است. چگونه زنی را که جای مادر بزرگم است بگیرم؟ آفرین نازی. راستی بانوی من، شما دختر جوان در فامیل دارید؟ 1 دانه را برای ایناروس میخواهم، 1 دانه را نیز برای او سیاپوست. نمیسابو. آفرین. انقدر یارانم زیاد شده این که بعضیاشون رو فراموش کردم. اون که یار نزدیکه تا نباید فراموشش کنید. باشه. گوشی رو میدهم به مالک. مالک کیه؟ الو. سلام. خوبی؟ چطوری خوبی؟ کی بودی؟ شناختی منو؟ آره. یوزارشیف بود دیگه. کی بوده؟ یوزارشیف. نه، چی شوخی؟ یکی از خرای قهوه خونه. چطوری؟ چقدر صداش قشنگ بود. تو خدا. تشکر کن ازش، کلی خندیدیم. باشه. تشکر میکنم ازت. قربان قد و بالایت بانوی من. خفه شد. نه. ببخشید تو رو خدا. گفتم دیوون از زنگ میزنه به این اون دختر از یوزارشیف رو در میاره. کاری کن. چکار کنم؟ من چند
دیگه میخوام برم خونه ساراینا. خب من زنگ میزنم بهش بگو ادای براتون در منظر بخندید. خود بیرون نه دیگه میرم خونه ساراینا بعد زنگ میزنم بهش پیشته دیگه. آره. خب بهش بگو حرف بزنم. خب پس سریع بیا باشه. بانیه بانوی من. خب گوشی میخواد معذرت خواهی کنه گوشی. بانوی من قصد جسارت نداشتم، فقط میخواستم کمی مزاح کنم. خب سحر جانم. یه رو 20 دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم باشه. قربونت برم. خدا. ببخشید مزاحمت شدم. قربونت خدا.